سلام و درود بیکران خدمت شما عزیزان، قربونتون برم. خیلی دلم واسهتون تنگ شده بود که ویدیو بذارم واسهتون. من فقط یه دسته این یکم بجوره. قربونتون برم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من این ویدیو رو بگیرم که در مورد یه موضوع باهاتون صحبت کنم، در مورد یوتیوب صحبت کنم. اما خب قبلش بذارید من تسلیت بگم، هم دهه محرم و هم جنگی که بر ما تحمیل شده از طرف دشمنان مستکبر و چه سری بسیجی حرف میزنیم. خیلی تسلیت میگم برنامه ایران بابت اون کسی که از دست دادن و فوت شدن تو این جنگ. چیزی که می‌خواستم بهتون بگم که بچه‌ها در مورد یوتیوب، بچه‌ها یوتیوب درآمد نمیده این چند وقت به خاطر اینکه یوتیوب فهمیده ما ایرانی هستیم و وقتی فهمیده ما ایرانی هستیم گفته تیر. حالا اینکه چرا، خب ببین ما چون تحریمیم واسمون تبلیغ‌هایی نشون داده میشه که خارجی، خب خارجی مثلا برای ما نفعی نداره، واسه همین تبلیغ‌های خارجی ما نشون میده اصلا چون واسه ما هیچ نفعی نداره. منظور من از این که نفع نداره اینجا این بودش که ما نمیتونیم از محصولاتی که اونها تبلیغ میکنن خریداری کنیم و در نتیجه تبلیغ اونها واسه ما بیارزشه و ما نمیتونیم از به اصطلاح تبلیغ اونها سود ببریم و کالاهاشون رو بخریم. منظورم اینه. یوتیوب مثلا بچه به ما تبلیغ نشون نمیده، در عوض واسه شما هیچ تبلیغی نیست دیگه. خب نشون نمیده دیگه، تبلیغ نیست، چی داره میگم. میخوام بهتون بگم که چجوری میشه درست کرد که واسهتون تبلیغ نشون داده بشه و بتونین از یوتیوبرهایی که واسه شما ویدیو میذارن حمایت بکنید. تو روش کلا بیشتر نداره. یوتیوبر بره روشش رو عوض بکنه، تو یوتیوب انگلیسی فعالیت بکنه، یا همین که مثلا منی که دارم به عنوان یوتیوب زبان مثلا کار میکنم، بعد به شما بگم که برین یه فیلتر شکنی بریزین که واسهتون تبلیغ رو نمایش بده. قربون یوتیوب برم. یا یکی از این دو راه بعد انتخاب. اما خب چند وقت من دارم تو یوتیوب میگردم و چیزهایی پیدا کردم، فهمیدم که دوباره داره تبلیغ نشون میده. خیلی هم عالی. از هنوزم مثل این که میشه تو یوتیوب فعالیت کرد، ولی خب مثل قبل نشده. هنوزم مثل که با بعضی تبلیغ نشون نمیده. استفاده از هوش مصنوعی دیگه میتونه بفهمه که کیا ایرانی هستن، به اونا تبلیغ نشون نمیده و درآمد یوتیوبرها کاهش پیدا کرده. آره اینا هستش. حالا خلاصه که به نظرم جواب میده، چون چند وقتی که هستش من دارم نگاه میکنم بهم تبلیغ نشون میده، به معنی که مثلا دارم نگاه میکنم ویدیوهای دیگرانو من تبلیغ نشون میده. حالا شما برین تو کامنت ها بنویسین آیا واسهتون تبلیغ نشون میده یا نمیده. اگه در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری دارین خب برین تو کامنت ها بنویسین که افراد بیشتری بدونن. این چنل منه، این پایین واسهتون میاد ساب کنید و نگاه کنید ویدیوشو. سم میذارم، از خودم سم تولید میکنم، دارم که ببینید. براتون میگم خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که موفق باشید تو زندگیتون. درود دیگر، بدرود.